به نام خدا، علی مهری هستم، هنرآموز کامپیوتر، شهرستان گناباد. بچه ها کتاب دانش فنی پایه رو داریم، پودمان سوم، صفحه 67، روش پولیا. جناب جورج پولیا که یه ریاضیدان مجارستانی هستش، یکی از کارهایی که انجام داده یک روشی رو ابداع کرده یا بیان کرده به نام حل ساختیارافته مسائل در 4 گام که در کتاب چگونه مسئله رو حل کنیم به خود جورج پولیا معرفی شده. مرحله اولش فهم مسئله است، باستی بفهمیم اما چی میخواد دقیق. خیلی از میگن که مثلا 80% حل مسئله فهمشه، understand the problem. مرحله دوم طرح نقشه هستش. حالا که فهمیدیم از ما چی میخواد، ورودی ها چی هست، خروجی ها چی هست، محدودیت ها چی هست، اصلا مسئله دقیقا اما چی میخواد، میشینیم سراغ دیوایز پلان میکنیم، یه نقشه طراحی میکنیم، میایم مراحل کار رو مثلا میچینیم، تقسیم به کارهای کوچکتر میکنیم، اجرای نقشه. حالا میریم عملیش میکنیم، carry out the plan، پیاده سازی میکنیم مرحله به مرحله تا برسیم به اون چیزی که میخوایم. بعد از اینکه انجام دادیم برمیگردیم به عقب، یه نگاه پشت سرمون میندازیم، لوک بک میکنیم، میخوام ببینیم آیا این مراحل درست انجام میدیم. مشکل به اصطلاح دقیقاً بچه‌ها مثل امتحان شماست، سوالا رو اگه فهمیدی خب جلوی، بعد مسئله رو حل کردی انجام بدی، یه بار مروری بکنید، سر امتحان عجله نکنید یا آخر سر ورقتون یه دوری بزنید ببینید جایی شاید فراموش کردید اینا. خب بریم سراغ ذکر یک مثال که با روش پولیا حلش کنیم. این مسئله اینه که 4 نفرن به نام‌های A و B و C و D، میخوان از یه پلی رد بشن. پل چون قدیمیه احتمال شکستنش هست، 2 نفری بیشتر نمیتونن رد بشن، همزمان فقط 2 نفر میتونن رد شن، پل تحمل 2 نفر داره. بعد این عزیزان یه چراغ دارن کلن و باید هر بار با چراغ برن یا برگردن. بعد اینا چون به اصطلاح سنشون فرق میکنه، اینا سرعتشون متفاوته. آقای A جوون چابک چالاک 1 دقیقه مسیر رو میره، B یه مقدار میان سال 2 دقیقه میره، C یه مقدار مسن‌تره در 5 دقیقه میره، D پیرمرده 10 دقیقه مسیر رو میره. ما 17 دقیقه فرصت داریم این مسیر رو بریم، حد اکثرش 17، زیر 17 رفتی نوش جونت. ما چیکار میکنیم؟ پولیا رو میام اول معرفی میکنم. اینجا یه بیشتر بدانید گذاشتم که در مورد جناب آقای پولیا صحبتایی کرده. مرحله اول مسئله پولیا میگه فهم مسئله. خب اول باید بشینیم برای خود آنالیز کنیم. اینا که گفتیم 2 نفر چرا باید باشه، 17 دقیقه دادیم، پس هدف اینه که همه در 17 دقیقه یا کمتر از پول بکنن. مرحله دوم یه نقشه باید طراحی کنیم. و اون چیه؟ میگه در اول باید کنتین افراد یعنی C و D با هم برن، یعنی یه جوری اینا رو با هم بفرستیم که تا تعداد دفعات برگشت کم بشه. طرح دو باستی کسی برگرده برای چراغ که همیشه اونه که به اصطلاح سریع‌تره، یعنی A و B رو سعی کنیم برای برگشت چراغ استفاده کنیم. مرحله سوم شروع میکنیم به اجرا. گام اول اینه که A و B رو میفرستیم. 2 دقیقه اینجا طول کشید تا رفت، 2 دقیقه ما اینجا طول، تا الان زمان کل سر شده 2 دقیقه. الان باید چراغ برگرده. به جناب آقای A میگیم چراغ رو برگردون. خب A چراغ رو برگردون، 1 دقیقه طول کشید چراغ برگشت، پس در پایان حرکت دوم ما 3 دقیقه، 1 دقیقه اینجا، 2 دقیقه الانش 3 دقیقه. اوکی. خب الان وارد حرکت سوم میشیم. اینجا C و D رو با هم عبور میدیم، یواش یواش دارن میرن. خب بالاخره تایم بزرگه طول میکشه. C اینجا پاسوس D 10 دقیقه طول میکشه تا این عزیزان برن اوور پل. چراغ اوره، B و C و D هم اوورن، ایور ای تنها غریب مونده. درسته؟ باید این تا اینجا شو 13 دقیقه، 3 دقیقه داشتیم، 10 دقیقه 13. اوکی. الان با سی چراغ برگرده. به بی میگیم بی چراغ رو برگردون، ببر او طرف. بی چراغ رو ببره اوور و خودش هم بره اوور. اینم 1-2 دقیقه هم اینجا داریم. بعد از پایان حرکت چهارم سی دی اوور، ای بی ایور، چراغ هم ایور. 15 دقیقه شده. حالا ای و بی رو با هم میفرستیم توی حرکت پنجم. این عزیزانم میرن او طرف، چراغ هم میره او طرف. چقدر طول کشید؟ بیشترینش 2 دقیقه بی بود دیگه. 15 دقیقه از قبل داشتیم، 17 دقیقه تمام. هر 4 تا رفتن، چراغ هم اوبره دیگه. در مرحله چهارم بازنگریه. کل زمان 17 دقیقه درست. شاید بررسی شد سوالمون. بله چراغ همیشه همراه با کنندگان بود. بله در هر عبور فقط سقفش 2 نفر رو بکردن. بله همه به آن سوی پر رسیدن. بله بازبینی کردیم درسته. موفق، مؤید، برقرار. خدا